داستان کوتاه شبگرد اثر از رهنورد سریاب فرازگست تقدیم می دارد. او وقتی که من 12 سال داشتم، هرگاه مادرم میخواست مرا نصیحت کنه میگفت پسرم، آدم باید جوان مردی داشته باشه. در او زمان معنای سخن را چندان در نمیافتم و خاموش میماندم. وقتی مادرم سکوت مرا میدید با اندکی خشونت میپرسید فهمیدی؟ و من چرت‌آلوده پاسخ میدادم ها. بعد دیدگان مادرم به نقطه ناپیدا دوخته میشد. وقتی که میمرد آخرین کلمه هایی که از میان لبهای باریکش بیرون پریدند همینا بودند. پسرم، آدم باید جوانمردی داشته باشه. من ناگهان به گریه در آمدم و او با آوازی که به سختی شنیده میشد پرسید فهمیدی؟ همون طوری که میگریستم پاسخ دادم ها. هر قدر بیشتر عمر میکردم معنای این سخن مادرم برم روشن‌تر میشد. حال هر وقت این سخن به یادم میآید حادثه نیز پیش چشمایم مجسم میشه بدونی که متوجه شوم. خیره خیره به نقطه مینگرم. فکر میکنم شاید او هنگامی که مادرم به نقطه خیره میشد همین حادثه پیش چشمایش نمایان میشد. او زمان من 10 سال داشتم و با پدر و مادرم در یک روستا زندگی میکردیم. پدر و مادرم از شهر به این روستا آمده بودند و ما در اینجا خویشاوند نداشتیم. تابستان در کلبه نزدیک آسیاب به سر می بردیم و زمستان را در آبادی های دهکده سپری می کردیم. پدرم به گفته خودش اختیاردار زمینای حاجی سعید بود. این حاجی که زمینای بسیار داشت در شهر زندگی می کرد. پدرم زمینای او را وارسی می کرد، کارایش را سربرام می ساخت و کشت و دربش را نظارت می کرد. وقتی هم که محصول جمع آوری می شد حق دهقانا را می داد. گندم کارآمد خانواده حاجی را در آسیاب خود ما که در نزدیک کلبه بود آرد می کرد و به شهر می فرستاد. بعد خریداران را می آورد و باقی مانده گندم را به اونا می فروخت. او وقت پول گندم را می گرفت و می رفت به شهر و به حاجی تسلیمشان می کرد. مرد نیرومند بود. قد دراز و چهره گندمی داشت. هرگاه از دروازه می در آمد برای ای که سرش به قسمت بالای دروازه نخوره خودش خم می کرد. پدرم مثل ای که از این خم شدن بدش می آمد با خشم می گفت لعنت به سازنده ای دروازه. مادرم می خندید. قد خودت را چیز نمیگی؟ پدرم زمزمه می کرد. قد خودم ها؟ بعد به تنه و پاهایش نگاه می کرد. انگار می خواست یک بار دیگر اطمینان کند که قد درازه دارد. وقت پدرم به شهر می رفت من و مادرم تا قسمت از راه او را همراهی می کردیم. مادرم چیزایی را که ضرورت داشت یک بار دیگه به پدرم یادآوری می کرد که از شهر بیاره. او وقت پدرم سوی من می دید. دیگه بس از شما برین که بچه مانده میشه. بعد مرا می بوسید. اگه پیسه ماند یک کفش نو برات میارم. سپس سوی مادرم می نگریست. از خودتان مراقبت کنید. شبانه در خوب ببندید. فهمیدی؟ مادرم سرش را تکان می داد. پدرم به شهر می رفت و ما سوی کلبه برمی گشتیم. مادرم زن شجاع بود. وقت شب فرا می رسید من احساس ترس می کردم. نمی توانستم از رازانه کلبه به بیرون به تاریکی نگاه کنم. سایه های من بر دیوار کلبه نیز برم ترس آور بود. وقت باد در را تکان می داد قلبم به شدت می تپید و حس می کردم که دانه های عرق در شقیقه هایم جوانه می زند. مادرم مثلی که ترس مرا در میافت می پرسید چرا پسرم؟ آب دهنم را فرو می بردم و پاسخ می دادم می ترسم. وقت او بر می خواست. از میان صندوق تفنگ 5 تیرمان را بیرون می کشید. 5 گلوله در او پر می کرد. روبروی دروازه کلبه بر زمین می نشست. تفنگ را روی زانوهایش می گذاشت و دوباره می پرسید از چی می ترسی پسرم؟ من احساس آرامش و اطمینان می کردم. سرم را روی زانوش می گذاشتم و
میگفتم از چیز نمیترسم. 11 ساله بودم که آوازه شبگرد در منطقه ما پخش شد. این لقب را از او جهت به او داده بودند که کس نامش نمیفهمید. حتی چهرهش هم ندیده بودند. از تمام چهرهش که با فش دستار سیاهش پنهان می بود، تنها 2 چشم او را دیده بودند. صدای سم اسبش را هم شنیده بودند. همه می دانستند که تیرانداز زبردست است و نشانش هرگز خطا نمیره. می گفتند که وی دهقان از دهکده دوردست است که با چند تن از یارانش به غارت دهکده ها می پردازد. مردم دهکده شبانه به دروازه هایشان قفل می زدند و سگ‌های قوی هیکل را به پاسبانی رها می کردند. دهقانان ثروتمند که از نزدیک کلبه ایمان می گذشتند به پدرم پیشنهاد می کردند که شبانه باید هوشیار باشد. و پدرم دستایش به هم می زد و می گفت ای بابا، ما چی داریم که دست ببره؟ بعضی از اونا خشمگین می شدن. وقتی که سرطان آمد دو وقت. پدرم با صدای بلند سخنشان را می برید. و قدمایشان بالای چشم. او سال فراورده ها بسیار خوب بودند. پدرم قسمت دهقانان را داد. گندم کارآمد خانوادی حاجی را آرد کرد و فرستاد. ولی هنگامی که چند روز بعد مثل هر سال خریداران به سراغش آمدند، پدرم در بستر بیماری افتاده بود. تب لرزه داشت و شدت می لرزید. از پیشانی، از لای مویایش عرق سرازیر می شد و پای هم می نالید. خنک است. خنک است. مادرم چند لحاف را روی از او انداخته بود. ولی او همچنان از خنک می نالید. جوشنده هایی که برش میداد سوده نداشتند. وقت مادرم به او فهماند که خریداران آمدن، به زحمت سرش را برداشت و زمزمه کرد. چرا معطلی؟ گندم بفروش. پولش بگی. مادرم گفت بهتر است بگویم چند روز بعدتر بیاین که تو خوب شوی. پدرم گفت نه، چند روز بعدتر باران خواهد شد. گندم ها از بین میرن. مادرم به کمک 2 تا دهقان دیگه گندم ها را وزن کرد. خریدارا اونا را بردن و پولش را به مادرم دادن. پولا را در دستمال پیچید و در صندوق گذاشت. پدرم یک بار دیگه سرش بلند کرد و پرسید همه را بردن؟ مادرم پاسخ داد آره، همه را بردن. پدرم پرسید پولا را گرفتی؟ مادرم پاسخ داد گرفتم. پدرم بازم پرسید به حسابات تانستی برسی؟ مادرم گفت البته که تانستم. پدرم سرش را دوباره روی بالش گذاشت و به آهستگی زمزمه کرد. خوب شد. از او روز به بعد بیماری او سخت‌تر شد. با صدای گرفته می‌نالید. بدنش داغ بود. مثل که در رگ‌هایش آب جوش جریان داشت. پشت سر هم آب می‌خواست. انگار می‌خواست آتش را که در درونش شعله می‌کشید خاموش کند. مادرم پاها و شانه‌ها و کمرش را می‌مالید. من به بالینش نشسته می‌بودم. دلم گرفته و پر اندوه می‌بود. پدرم سخت لاغر شده بود. چشماش فرو رفته بودند و گونه‌هایش برآمده به نظر می‌آمدند. یک بار هم نگاهش به من افتاد. اول مثل که مرا نشناخت. بعد انگار خیلی ازش دور باشم. تقریباً صدایم زد. به سرم را نزدیک صورتش بردم. چی است پدر جان؟ در حالی که چشمایش می‌بست آهسته آهسته آهی کشید. تو چی خواهی کرد؟ وقت شب فرا رسید باران هم شروع شد. پدرم دریافت که باران میبارد و پشت خوابیده بود و اعضاش با تشنج تکان میخوردند. هذیان میگفت. سرانجام باران آمد. گندمای بیچاره بگذارین آب بخورند. تشنه هستند. باید دهقانان جا بجا کنند. اونا مزدورای آجی هستند. آجی مزدور کسی نیست. زمینا از اوست. بی زمینا.
لخت خاموش شد. بعد مثلی که با مادرم گپ بزنه به صدا درآمد. اما پولا را گرفتی؟ مادرم پاسخ داد. آره، همه را. پدرم گفت گندم ما را بردن. مادرم پاسخ داد. ها. پدرم آهسته زمزمه کرد. باران میبارد ها؟ و مادرم پاسخ داد. ها میبارد. پدرم پرسید. دیگه گندم نیست که خراب شه؟ مادرم گفت نه، همه را بردن. پدرم بازم نالید. تو چی خواهی کرد پسرم؟ من اختیاردار زمینای حاجی سعید هستم. زمینای خوب، زمینای بسیار. دیگه گندم نیست که خراب شه. همه را بردن. ما چی داریم که دزد ببره؟ قدمایشان بالای چشم. آوازش آهسته و آهسته تر می شد. مثل ای که دم بدم از ما دور شده می رفت. سرانجام خاموش شد. کلبه در سکوت خود می خورد. یک سکوت ترساور. تنها صدای باران از بیرون می آمد. چراغ آرام آرام می سوخت. سایه های ما به دیوار کلبه چون هیوله های سیاه معلوم می شدند. این سکوت و آرامش به نظرم شوم آمد و ترس در دلم بیدار شد. تپش قلبم بیشتر شد و عرق را در بدنم حس کردم. مادرم سرش را سوی چهره پدرم خم کرد. ناگهان رنگش پرید. لحاف را چنگ زد و فریاد خفه از گلوش برآمد. خدایا! بعد به گریه شروع کرد. بازوش گرفتم و وحشت زده پرسیدم. چی شده؟ در میان گریه گفت. مرد. سر و پایم از این کلمه لرزید. در کلیم سر و صدای عجیب برپا شد. برای لحظه چیز نشنیدم و با بهت و وحشت چشمهای از حدقه برآمده مادرم را می نگریستم. بعد ناگهان دروازه کلبه با شدت باز شد و 3 مرد به درون آمدند. مادرم وحشت زده رویش را گشتاند. با دیدن اونا چیغ بلنده کشید و گفت شبگرد! هر 3 مرد مسلح بودند. او که یک قدم جلوتر بود قد کوتاه داشت و چهرهش را با فش دستار سیاهش پیچیده بود. تنها 2 چشم برقدارش نمودار بودند. چپن زرد رنگ به تن داشت. 2 مردی که پشت سرش ایستاده بودند نیز با فش‌های دستارهایشان چهره ها را پوشانده بودند. از سراپای هر 3 آب می چکید. مردی که جلوتر بود و قد کوتاه داشت با صدای آهنگدار از مادرم پرسید. مرا چگونه شناختی؟ مادرم پاسخ داد. وصفت را شنیدیم. وصف دستار سیاهت را. مرد گفت. بسیار خوب. بعد به 4 کنج کلبه نگاه کرد و پرسید. گندم را فروختین؟ مادرم پاسخ داد. ها. مرد پرسید. پولش کجاست؟ مادرم خودش را روی جسد پدرم انداخت و گریه را سر داد. مرد دوباره پرسید. گپ مرا نمیشنوی؟ کس پاسخ نداد. او وقت مرد فریاد کشید که کلبه به لرزه درآمد. پولا کجا هستن؟ بدن بالی فریاد سکوت همه جا را گرفت. بعد مرد کوتاه قد آرامتر گفت. خب خودم ما میپالیم. از او صندوق شروع میکنیم. ناگهان مادرم سرش را بلند کرد. سوی مرد نگریست و چیخ کشید. بی پدر! مرد خندید. 2 مرد دیگه هم به خنده در آمدن. مادرم بلندتر چیخ کشید. نامرد! دزد! قهقهه مرد بلندتر شد.
در صورت مادرم خشم دیوانه‌وار سایه انداخته بود. در حالی که دندانهایش از شدت غضب به هم می‌خوردند گفت: اونجاست. پولاد او صندوق است. ببر، زن صفت نامرد. مرد ناگهان از خنده باز ماند. پرسید: ها؟ چرا نامرد؟ مادرم هموگونه خشمناک پاسخ داد: بی‌شرفا، میخواین از یک زن بدزدین؟ کمیال بیوه شده؟ از یک کودک کمیال یتیم شده؟ از یک زن دیقان؟ چشمهای برقدار مرد را دیدم که بسته شدند. لخت سکوت برقرار شد. بعد دوباره چشمایش گشود. یک گام نزدیکتر آمد و پرسید: مرده؟ مرد به دیوار کلبه خیره شد. مثلی که با خودش گپ بزنه گفت: امیاله با خودم میگفتم که چه خواب سنگینه. فکر میکردم از ترس چیز نمیگه. بعد سوی پدرم نگریست. هنوز چشمایش هم نبستین؟ نارجست زانو زد. با انگشتایش چشمای پدرم را بست. از جیبش یک دستمال ابریشمی کشید و زنخ پدرم را بسته کرد. دوباره برخاست. سوی دیوار رفت و سرش را پایین انداخت. ناگهان با شدت چرخید. بالای سر مادرم ایستاد و به دو مرد دیگه اشاره کرد. از صندوق پولا را بکشین. دو مرد بسته پول را آوردن. مرد کوتاه قد پولا را در جیبش گذاشت و گفت: دیگه بریم. هر سه از اتاق برآمدند. مادرم زار زار میگریست. ترس و وحشت رهایم کرد و اندوه مرگ پدر فرا گرفتم. به دامن مادرم چنگ زدم و بغضم ترکید. چی کنیم مادر؟ حالا چی کنیم؟ هر دو میگریستیم. نمیدانم چه زمانه به همین حال ماندیم. ناگهان باز هم دروازه کلبه باز شد. این بار مرد کوتاه قد تنها برگشته بود. باز هم از سر و پایش آب می چکید. در را پشت سرش بست. نمیدانم چرا این بار نیمه از او ترسیدم و نی مادرم. آرام آرام به طرف ما آمد. مادرم با آواز گریه آلود پرسید: دیگه چی میخوایی؟ مرد در حالی که دستای ترش را به هم میمالید گفت: خواهر، مرا ببخشین. در این صدا صداقت و صمیمیت موج میزد. گریه های ما بند آمدن. مرد روی دو زانو نشست و سرش را پایین انداخت. خواهر، من پیشتان شرمنده هستم. اصلا نمیدانستم شوهر شما مرده. گفتید که زن دهقانه هستید. من هم پسر دهقانه هستم. گفتید که پسرتان یتیم شده. من هم کودک بودم که پدرم مرد. من میدانم چی حال دارین. اما غم نخورین. حالا کسی هست که سرپرستی پسر شما را کنه. من هستم. از من هیچ کس سرپرستی نکرد. کس غم مرا نخورد. فکر میکردم که شما خیلی چیز دار هستید. مرا به جای بیادرتان بگیرین. این هم پولها را از این رو بردم که دوستای من شما را اذیت نکنن. اگه پولا را نمی بردم اونا دوباره برمیگشتن. من اونا را میشناسم. هر دو حیرت زده او را می نگریستیم. دی هنگام دیگر فش دستار چهره او را نمی پوشانید. ما تمام چهرهش را می دیدیم. روی چارکنج و گردن لک و نیرومند داشت. چهرهش مثل پدرم گندمی بود. چشمای تنگ و برقدار داشت. فردا پدرم را با احترام زیاد به خاک سپرد. تمام مصرف را سخاوتمندانه خودش پرداخت کرد. از هیچ گونه خرج دریغ نکرد. هر کسی از مادرم میپرسید که این مرد کی است؟ مادرم با آواز سرشار از عاطفه پاسخ میداد: برادرم است. از شهر آمده. و همه با حسرت میگفتند: چه برادره؟ از همون زمان مادرم عادت کرد که همیشه به من نصیحت کنه: پسرم، آدم باید جوان مردی داشته باشه. و من هم عادت کردم که پاسخ بدهم: ها،